بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه ما یک انسان با اخلاق را چگونه میشناسیم؟ عرفاً عادت شده که یک نفری که با زبان خوب صحبت کنه و یا این که به اصطلاح ما و شما با زبان خود نرم و چرم باشه، او رو میگن یک انسان با اخلاقی. بفرماییم و بشینیم و بالاخره در این قضیه ها این را میگن یک انسان با اخلاق. ولی تنها اخلاق به زبان نیست که ما فقط با زبان خود یک نفر را احترام بکنیم، یک نفر را خوبی بگیم تنها به زبان، و یا این که مشتری به دکان ما می آید عزتش را بگیریم، احترامش را بگیریم، بسیار با خلق نیکو برادر عزیز و بزرگوار من بفرما بشین. ولی از یک طرف دیگر اگر شیء وزنی را برایش می فروختیم 10 سر را 9 سر را به جای 10 سر بدهیم، یا بالاخره شیئی که 1 افغانی ارزش داشت او را به 5 افغانی بفروشیم، این خلاف اخلاق هست. اگر گم کردگی ای دل کلید استجابت را، کلید استجابت را، اگر گم کردگی ای دل کلید استجابت را، کلید استجابت را بیا. شاید مشتری هم فکر کنه چقدر دکاندار با اخلاقی بود، مرا شاند، به من چای داد، احترام کرد، حرفای نیکی گفت، ولی از یک قضیه دیگر با برادر خود ظلم کرد. پس در این قضیه باید متوجه باشیم که اخلاق اسلامی چگونه هست. در حدیثی که تلاوت شد رسول معظم اسلام می‌فرمایند ان من خیارکم، همانا بهترین شما. بهترین شما کیست؟ ان من خیارکم احسنکم خلقا، بهترین شما کسی است که با اخلاق تر باشد، اخلاق نیکویی داشته باشد. حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا، کامل ترین مؤمن از روی ایمان کدام مؤمن هست؟ می‌فرمایند احسنهم خلقا، کسی که خلق نیکویی داشته باشد، کسی که با برادر مسلمان خود رویه نیکی داشته باشد، کسی که در مقابل برادر مسلمان خود صادق باشد. یک انسانی که اگر هر قدر زبانش درست و صحیح باشد امانتدار نباشد، او انسان اخلاق خوبی ندارد. یک انسانی که امانتدار باشد او را میگویند انسان با اخلاق. این بفرماییم و بشینیم و چای بخوریم و چاشت بستکیم و بالاخره احترام ظاهری که کفار هم دارن. یک کافر هم میبینیم با کافر دیگری میگه که بریم چای بخوریم بشینیم، عزت احترام خیلی لطف انهار دارن. ولی پیامبر میفرمایند اکمل المؤمنین ایمانا، کسی که ایمان داره، کسی که به خدا و پیامبر ایمان آورده، او انسان ایمانش زمان کامل میشه، زمانش زمانی یک مؤمن واقعی میشه که احسنهم خلقا، اخلاق نیکویی داشته باشه. اخلاق نیکو برای یک شخصی که اگر دکان داره، این را به این واسطه بیشتر مثال میدهم که بعضی از انسانهای دکاندار و یا معامله‌گر خیلی با مشتری خلق نیکو نشان میدن، ولی در یک قضیه دیگر میبینیم که با او چم و فریب و حیله و اینها به کار گرفته میشه. پس چم و فریب و حیله
در کنار یک انسان با اخلاق نمی آید. یک انسانی که دروغ بگوید او هیچ وقت او با اخلاق شده نمی تواند. به خاطر چی؟ بزرگان اخلاق را به دو نوع بیان می کنند. می فرمایند اخلاق به دو نوع هست. یک، اخلاق با خداوند. دوم، اخلاق با بندگان خداوند. حالا اخلاق وقتی میگیم با خداوند، با خدا چگونه ما اخلاق نشان بدیم؟ ما فکر کنیم که چقدر ما با پروردگار خود اخلاق کردیم، یعنی نیکویی کردیم. این را باید بدانیم. اخلاق به دو نوع هست. نوع اول اخلاق با خداوند. با خدا چگونه ما اخلاق کردیم؟ اخلاق با خداوند یعنی ترک منکرات. هر انسانی که منکرات را ترک کرد با خداوند اخلاق کرده. اگر انسانی دروغ گفت، او انسان نمیتونیم بگیم این انسان با اخلاقیه، ولو که هر قدر زبان به اصطلاح ما و شما نرم و چرم داشته باشه. اگر غیبت کرد، انسانی که غیبت کنه او انسان با اخلاقی نیست، او بد اخلاقه. او با خداوند بد اخلاقی کرده. خدا گفته ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه؟ آیا چی کسی دوست داره گوشت مرده برادر خود را بخوره؟ هیچ کس دوست نداره چنین قضیه‌ای. ولی غیبت، کسی که غیبت برادر مسلمان خود را میکنه مثل اینه که گوشت مرده را هی میخوره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. استاذ فیصل می فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، این منظورش چی است؟ جملات است که استاد تشریح کرده. اگر خواسته باشین میشه برای فعلا چی تشریح کرده؟ در یکی از نخیر نه در یکی از سی دی هاست که او را تشریح کرده. میشه امروز بانی خیلی ببینیم شد. چرا نه سی دی را چی بکنیم؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث چی را میگن؟ رفثی است که این مسائل تعلق میگیره به مسائل اخلاقی. یعنی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث چی را میگن؟ استخدام کلمات شهوت آمیز. حتی شوهر که به خانم خود میگه یا خانم بر شوهر میگه، یک انسان کلماتی که دو چیزی از شهوت و ایگپا باشه. ولا فسوق و همچنان کلمات فاسقانه، حرکات فاسقانه، مثلا دروغ، غیبت، مذاق بی جای، گپای بی جای، سخنای بی جای، اینه نگویم. ولا جدال و مجادله و گفتگو و قال مقال و جنگ و گپا. پس آمادگی اخلاقی چی است؟ که انسان الفاظ خود کنترل بکنه و اعمال خود کنترل بکنه و من حیث یک انسان با اخلاق تمام چشم خود کنترل بکنه. یک آجی هست مثلا حج میره، متاسفانه در اتاقی که برش هتل داده میشه اونجا تلویزیون است، قرار 6 فیلم هندی سیل میکنه. از نگاه اخلاقی برازی که خوب است که تو در حرم شریف فیلم سیل میکنی. بعضی کساس غیبت میکنن، قال مقال میکنن، تیلگکان میکنن. پس دوم آمادگی چی داشته باشه؟ آمادگی اخلاقی. آمادگی اخلاقی چی است؟ که انسان متوجه الفاظ خود باشه، متوجه حرکات خود باشه، برای کس اذیت نرسانه. نیست. جدال چی نمیگن؟ جدالی است که مثلا که یک نفر گفتگوی ده اندک گپ قال مقال بکود نه، یعنی چی است که در حج انسان مسلمان. پس این شد دوم آمادگی چی شد؟ اخلاقی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان
و عزیزان من، این وصیت نامه را به خاطر نوشتم که من به سفر بیت الله شریف می روم. من الحمدلله از کسی قرضدار نمی باشم. من وصیت می کنم که اگر در جریان سفر عجلم پورا شده باشد و وفات نمایم، مرا در همان جای دفن کنید که وفات نموده‌ام، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه بود. وقتی در مدینه منوره وفات یافت، او را به زادگاهش نبردند، زیرا این عمل کدام اساس اسلامی ندارد. همچنان وصیت میکنم که مالهایم را که حق ورثه و یتیمان می شود مصارف بیجا نکنید. روز 2 و 3 و شب جمعگی و 40 اساس شرعی ندارند. برای من این کارها را نکنید. از حق ورثه به نام خیرات و زکات، به نام خیرات و اسقاط که حق یتیمان می شود به کسی ندهید. قبرم را سمنت و گنبد نسازید، زیرا مخالف ارشادات نبوی می باشد. اگر کسی مرا دوست دارد کتابهایم را چاپ کند و بین مسلمانان تقسیم نماید تا صدقه جاریه شد. والسلام علیکم و رحمت الله. خاک عبدالظاهر داعی. خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم.
رویم به کعبة الله خانه حق به یاد و طاعت قرآن بگردیم به یاد و طاعت قرآن بگردیم چه خوش باشد طواف کنان به کعبه چه خوش باشد طواف کنان به کعبه با دو چشم پر از گریان بگردیم چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم بگردی خانه رحمان بگردیم رویم به کعبة الله خانه حق به یاد و طاعت قرآن بگردیم به یاد و طاعت قرآن بگردیم لبیک گوییم کنیم حق را ستایش لبیک گوییم کنیم حق را ستایش لبیک گوییم کنیم حق را ستایش اخوت داشته با یک جان بگردیم چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم بگردی خانه رحمان بگردیم رویم به کعبة الله خانه حق این سلمانی رفتن در حج چی نقش دارم کدام بخش از چی هستی؟ و اصلا تر از خود این حال وقتی که حاجی پیش از این که احرام بسته کنه نه مثلا ما ثواب خیر انشاءالله اگر حرکت ما شوه دیگه بعد از که احرام بسته شد باز حالت احرام حق نداره که انسان مثلا موی خود کم کنه یا مثلا ریش چیز برود خود بگیره دیگه حالا پیش از ای که روز حرکت میشه و باز احرام بسته میکنه موی سر خود آدم تیار میکنه دیگه سنت های خود میگیره مثلا برود های خود کم میکنه و دیگه مثلا اگر دیگه اعضای بدنش هست باید کل بدن خود پاک بکنه باز بعد از او غسل میکنه حرکت میکنه که باز نال در حالت احرام کست دیگه باز کم کردن موی نارواست از این خاطر ما آمدیم که اینجا موی گپای ما رو بخیر چیز کنیم بک سر ما هم جور شد و بروتای ما بخیر جور کنه یکی از شرط هایی که حاجی صاحب باید مراد بکنه نمی مسئله نظافت و پاکی است نه دیگه باید دیره منظم اینی که معلومه میگه در عربی قصر میگه خب یکی حلق است فکرتان باشه در چیز یکی حلق است بعد از ختم احرام کس نه همین از احرام که ختم میشه توسطی نمی میشه این حال مثلا وقتی که میخوای که از احرام خلاص شوی این حال فکر کن ما مثلا از احرام خلاص شدیم باز این حال امی در نماز کس نه شما نماز میخواین از نماز با واسه السلام علیکم خلاص میکنی نه نمازه که گفتی السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله از نماز بیرون میشی خیر بیرون اما از احرام چه قسم بیرون میشادم توسط اینمی کم کردن موی یا تراشیدن موی باز این حال یکی کم کردن موی است که او را چی میگن کل سر موی کم میکنی یا کل موی سر کل میکنی سه قسم است خود سه اصطلاح است یکی حلق است یکی قصر است یکی قضا هست اینا میفهمی چی فرق میکنه بین این سه اصطلاح در محمد خان پیشتر تو سوال کردی نه یکی حلق است حلق اینه میگه که مکمل سر خود کل بکنه کتفال ریش مکمل سر خود کل کنه اینه حلق میگن یکی قصر میگن اسلام میکنه کم میکنش کل سر خدا یعنی کل سرت کم میگیری کل مثلا من قصر میکنم از کل موی دیگه کم مثلا نیم سانتی از کل موی میگیرن و یکی قزع هست قاف ز عین بازو ایست که مثلا نیم سر کل میکنی نیم سر مویش میمانی
باز در حدیث شریف از قضا منع شده. رسول الله صلی الله علیه و گفته که در حدیث شریف که رسول الله صلی الله علیه و از قضا از این منع کرده و منع به معنای حرام است، یعنی حرام است که یک نفر نیم سر خود کل کنه و نیم سر خود مویش بانه، این قضا حرام است. و رحم الله المحلقین، باز می خاطر بسیار آیه صاحبا که در حدیث شریف آمده که الله رحم کنه بالای کی؟ کسایی که سر خود بیخی هم تراش میکنن. باز آیه صاحبا اکثر به خاطر همین حدیث شریف بعد از ختم احرام سر خود چی میکنن؟ بیخی تراش میکنن. بر اساس همین حدیث شریف اگرچه او خو عام است دیگه، عام است باز در کل وقتا نیست، یعنی هر کسی که سر خود تراش میکنه مکمل این آمده. و دیگه این قصر است. فهمیدین سه قسم؟ هر وقتی که کس سرش تراش کنه این حدیث شریف همیشه است که کس مثلا سر خود بیخی تراش میکنه و قصر هم است چیست یا به قصر. اما برای خانم ها که است، باز برای خانم ها هر چیز اجازه نیست، یعنی حلق کل کردن است. اونا باز از این بیخ چوتی موی خود به اندازه 1.5 سانتی یا 1 سانتی از اون میگیرن. اونم باز از احرام مبرای برای خانم ها. برای بیبیاجی ها مثلا بیبیاجی میخواد که از احرام خارج شه، باز بیبیاجی از اون بیخ موی خود یک کمکی به اندازه 0.5 سانتی یا 1 سانتی چی میکنه؟ میگیره، اونم باز از احرام خارج میشه. کدام اصطلاح داره یا قصر میگه؟ او رو قصر میگن. حلق برای بیبیاجی نیست، برای حاجی حلق و قصر است. برای بیبیاجی چی است؟ تنها قصر است. قصر به معنای کوتاه کردن است. خب قصر کوتاه کردن. مثلا نماز 4 رکعت 2 رکعت میخوام میگه قصر کرد، یا میگه نماز مسافر قصر میکنن. چی معنی؟ یعنی نماز 4 رکعت 2 رکعت میخوام قصر میگن، کوتاه کردن. موی هم اصطلاح قصر استعمال میشه. قاف صاد ری. الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله.